اینها در دستایشان می باشن یضربون بها الناس، مردم هم می زنن. در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حقوق انسان مراعات می شد، شخصیت یک انسان مراعات می شد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وصیت میکرد که حتی طفلت و یا کسی را که میزنی کوشش کن که غضبناک نشی، کت سیلی در رویش نزن. امرای قمچین باید کس را نزنه. لکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه یک طایفه از دوزخی ها مردهای هستند که اینا غالبا در دان دروازه های وزرا می باشن، در دان دروازه های والی ها می باشن، در بین شهر به شکل پلیس و به شکل نفرای امن می باشن، در بندی خانه ها مسلمان ها را که می برند بندی های سیاسی می کنن به خاطر اقرارگیری دستشان می باشن. اینی دوزخی های هستند که حقوق انسان مراعات نمی کنن، شخصیت مسلمان در نظر خود ندارن. از این خاطر قمچین در دستش است و هر انسانی که دموریش آمد، اگر یک کراچیوان بیچاره دموریش آمد یا یک جای کدام محفل است، در بسیاری از خوشی ها و در بسیاری خیرات ها که نامش خیرات میمانند، چون او خیرات اسلامی نیست، یک بی تربیه و یک بد اخلاق در دروازه استاد میکنن که یک قمچین در دستش است، غریبا و بیچاره را کت قمچین میزنن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای از اینا میگه که اینی مردم هایی که حق انسان و شخصیت انسان و کرامت انسان و ای که انسان خدای عزوجل من حیث اشرف المخلوقات پیدا کرده ایره مراعات نمیکنن، در دستشان قمچینای هستن و با قمچین ها مردم میزنن. پیغمبر صلی میگه در عصر ما این گپ نبود، من ندیدمشان تا بالا، لم ارهما، نه والی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نه پلیس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نه نفر امن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نه نفر شاروالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار و این جنایت نمیکرد. میگه من ندیدم در عصر ما این جنایت ها نبوده. این جنایت ها پسان پیدا میشه، این دوزخی ها پسان پیدا میشه. این یکی. خب این یک قسم دوزخی ها هست. قسم دومی که گفته که اینا هستن، گفت و نساء و زنهای هستن، و زنهای هستن کاسیاتون، زنهای هستن کاسیات. چی معنی کاسیات؟ در زبان عربی کسا لباس میگن، کاسیه خانمه که لباس داشته باشه. کاسیاتون یعنی زنهایی هستند که لباس پوشیده اند، کاسیاتون. لکن اینا کاسیاتون عاریات هستن. عاری چی میگن؟ عاری یعنی برهنه. کاسیاتون عاریاتون. این گروه از زنهایی که دوزخی هستند، در آتش دوزخ خواهند سوخت. و پیغمبر صلی الله علیه و گفته که در زمان ما این قسم زنها نبود. عصر نبوت عصر پاکی بود، عصر طهارت بود، عصر بود که زنها لباس اسلامی داشتن. میگه در عصر ما این نبوده. لکن لم ارهما یعنی پسان باز پیدا میشه. چه قسم زنها هستن؟ کاسیاتون عاریاتون. یک صفتشان چی است؟ که لباس پوشیدن لکن برهنه هستن. واه ای پیغمبر خدا، این چه قسم است که یک کس لباس داشته باشه و برهنه باشه؟ لباس داره برهنه هست، یا لباسش نازک است. و امروز ما و شما به چشمای خود میبینیم لباس نازک میپوشه. خودش میگه ما چادر پوشیدیم، به نظر خودش چادر گاچ پوشیده، چادر داره، اما چادرش مثل لنگی موار چادر گاچ است. صحیح نه؟ وقتی که ایره پوز خود بسته میکنه یا ایره در سر خود میکنه رویش و چت معلوم میشه. کاسیاتون عاریاتون، پیش خودش پت است، پیش خدای عزوجل چی است؟ برهنه هست. پیش رسول خدا برهنه هست. خدا فریب میده، خدا فریب میده.
کاسیاتون عاریاتون، لباس پوشیده آستین داره لکن از زیر آستینش جلدش معلوم میشه، دستایش از این قسمت تا پایان کلش آستین گاش جور کرده. کمیس لری، کالی لری، گاش تکرای میرده ورطا راوڑی او هغه وای چې زه خو ډیره با سطره ښځه یم، زه خو د فلانی حاجي صاحب ښځه یم، او نامحرم سره کینی ویښته معلومیږي. خپل وای چې زه کالی لرم خو رسول د خدای ورته وای چې ای خوره په دې گاش تکری باندې ته با حجاب نه، ته با سطره نه، ته چې نامحرم سره کینی، هر ښځه چې نامحرم سره کینی او ویښته معلوم سی دا به حجاب ده. ځان ته ډیر ښه دیندار او با حیا او با شخصیت وایي، خودش پیش خود فکر میکنه ما والا با حجاب هستم، لباس دارم، چادر گاچ صاحب در سرش است و چادر گاچ که دید د پلار د کاکاز و استرای مثل خسر بچه مانده نباشی، داماد بیادر مانده نباشی، که تازه قرار مانده نباشی و قسم میکنه چادر که گاچش هست نیم سرش روچت مویاش کلش معلوم میشه و از زیر چادر گاچش گلویش، چوتیاش، مویش کلش از یک سر معلوم میشه. کاسیاتون عاریات است، کاسیاتون عاریات است، لباس داره به نظر خود لکن پیش خدای عزوجل، پیش پیغمبر اسلام در فقه اسلامی ای چی هست؟ برهنه هست. یا لباسش چی باشه؟ نازک است، نازک است که بدنش معلوم میشه، یا لباسش دیگه که کاسیاتون عاریات است بان که خواهرای ما بفهمن. چرا گردن خدا بسته بکنیم؟ نه ولی خفه نسازیم. استاد هر وقت شما مثلا میگین خواهرها خفه هستن، حالا چطور کنیم خواهرها؟ با خدا اگر ما میفهمیم با فایده تان است برتان میگیم که بیخی بپوشین لباس هر قسم، لکن حدیث پیغمبر خدا هست و ما مجبور هستیم بر شما تبلیغ کنیم، ما مجبور هستیم که به حق برتان برسانیم. خوشت آمد، قبول کردی، خوب که در آخرت از یخن من نگیری، خوشت نامد نگی، گپ من است، گپ رسول خدا صلی الله علیه و است. داد ما خبر نده، داد نبی کریم صلی الله علیه و سلم خبر ده که قبله همسلده که قبله هم کردی بودن، لکن من خود مسئولیت لرو چی باید تاستا وایو. دوم درجه کاسیاتون عاریات که هستن زنهایی که لباسهای چسب می پوشن. حالا در افغانستان خب جوانای کاسیاتون عاریات هم پیدا شده، حالا پتلونای چسب، حالا مردها باز شما بچه ها نگوید که والا ما صاحب خالصی گپ خلاص هستیم. او خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا گفته لکن آل میگه فضل الهی که میسر شوه خوانده و ناخوانده برابر شوه، فضل الهی که میسر شده دخترها و بچه ها برابر شده. آل این لباس این میپوشه. همیشه انتقاد ما سر زن هاست، لکن بسیاری بچه ها رو وقتی که سیل کنی او تو پتلون چسب میپوشه. خدا در سپورت و در میدان سپورت و در میدان والیبال و در بوکسینگ و در خصوصا در وزن برداری نبرید. کاسیاتن عاریاتن، لباس داره. رسول کریم صلی الله علیه و سلم شما کتاب های فقهی را بخوانین، در کتاب های فقهی شرط کردن که کاسیاتون عاریات کی هست. تشریح میکنه علما یک کسی که لباس بپوشه شرط از در لباس که باید تنگ نباشه، نازک نباشه. هم بر مردها شرط است هم بر زنها شرط است. شرط لباس بر مردها هم است که باید لباس نازک نپوشه و بر زنها هم است که لباس نازک باید نپوشه. یک مرد